салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, хушомадед ба канали омӯзиши мо. Имрӯз дарси 43 аст, муколамаи 28, мавзӯи фармоиши хӯрок. Ҳамон ба забони русӣ мегӯем заказ кардани ҳамон хӯрок, таом. Заказ кардан, фармоиш. Дарси 43 гуфтем аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. So, hello everyone, hello dear friends, hello dear sisters and brothers. Today, lesson 43, conversation 28, about ordering a meal. From English in 99 days, and welcome to our channel. Okay, let's go. Today, we will take about ordering a meal. We said خب در این گفتگوی امروزه 3 نفر اشتراک دارن: پیش خدمت waiter و یک زن و شوهر، یک مرد و همراه یک خانم در این گفتگو اشتراک دارن. خب پیش خدمت میگوید که hello, I will be your waiter today. سلام، من امروز پیش خدمتی شما می باشم. یعنی وقتی که در طربخانه یا همون آشخانه وقتی که میزاجان می آیند یا که همون کلینت بگیم به زبان روسی، به زبان ترکی میزاج می شود، میزاجان می آیند، یک همین گپی که پیش خدمت میگوید سلام، خوش آمدید، من امروز مثلا که پیش خدمت شما هستم، شما چی فرمایش میدید؟ خب همین در زبان انگلیسی میشود hello, hi, welcome مثلا. خب یک نمونهش اینجا آورده است: hello, I will be your waiter today. سلام، من امروز پیش خدمت شما هستم. Can I start you off with something to drink? آیا میتوانم من کاری خود را شروع کنم یا که همون پیش خدمتی خود را، خدمت کردن خود را به شما یعنی شروع کنم از آوردن بعضی از نوشاکی ها مثلا، یعنی بعضی چیزهایی که برای نوشیدن هستند. یعنی مقصد گپ این است که در تاجیکی ها که به لهجه بگیم من امروز پیش خدمت شما هستم، یگون چی فرمایش میتین؟ یعنی من میتونم که یگون اقلا نوشاکی بیارم برای نوشیدن تون مثلا بنوشین. خب این به لهجه هست، اما به زبان ادبی تاجیکی مثلا میگوید که من امروز پیش خدمت شما هستم، میتوانم کاری خود را شروع کنم از مثلا آوردن بعضی از نوشاکی ها، بعضی از چیزها برای نوشیدن. و فیروز در اینجا اشتراک دارد. فیروز همراه فیروزه. فیروز میگه yes, I will have iced tea please. میگه بله، من چای خنک نوشیدن میخوام لطفا. خب در اینجا نوشیدن، کلمه نوشیدن نیست، I will have آمده است. have چگونه که I have breakfast، من مثلا که صبحانه تناول دارم. I have lunch، مثلا من نهاری کردم مثلا، یا همون خوراک نصف روزی. و I have dinner، مثلا من شامانه تناول دارم، یعنی که ужин دارم مثلا. در همینجا have استفاده میشه در زبان انگلیسی به معنای خوردن هست. I will have iced tea، من میخوام که یک چای خنک بنوشم لطفا. و فیروزه میگه and I will have lemonade، و من یک لیموناد میخوام که بنوشم. چرا اینها هر دو نوشاکی گفتن؟ به خاطری که اون پیش خدمت در اونجا پیشنهاد کرد که آیا میتوانم یگون چیز برای نوشیدن بیارم، مثلا یگون چیز برای نوشیدن آغاز کنم پیش خدمتی خدمت. و هم خاطر اینها دو نفر چیزی نوشیدنی گفتن. باز پیش خدمت میگه که okay, are you ready to order or do you need order or do you need a few minutes. میگه خوب، وقتی اونها نوشاکی فرمایش دادن، بعدا پیش خدمت میگه که are you ready to order، آیا شما آماده هستین برای فرمایش دادن، برای زکاز کردن؟ or do you need a few minutes، یا اینکه شما یک چند دقیقه بگیم که احتیاج داره، نیاز داره. یعنی به لهجه بگیم مقصد شما تیارین بیارم اون چیزی که شما گفتین، یا که خدیه میستین، یا که چند خدیه میستین.
خب معذرت که یک کمی به لهجه بعضی وقت میگیم چون که به ادبی شاید که بعضی از برادران دودرکان خواهرکان شاید نفهمند. از همین جهت هم به ادبی میگیم هم به لهجه. خب وقتی که پیشخدمت ایخل گفت و فیروز گفت که I think we are ready، من فکر میکنم که ما آماده هستیم، یعنی ما تیار هستیم. خب این کلمه are you ready میتونید این رو از یاد کنید. کسانی که مصلحت پرسیدن و توصیه داده بودیم، کسانی که جمله از یاد میکنن همین جمله are you ready را از یاد کنید که در بسیاری جا با کار میرود. مثلا یک جا رفتنی هستین با یک رفیقتون میگه are you ready، تو آماده هستی، تو تیار هستی. یا مثلا همراه برادر مثلا به اتاق خواب رفته هستی میگه are you ready، یعنی تو آماده هستی، یعنی تو تیاری برای خواب رای بریم. مثلا خب میره خواب رای بریم مثلا، یعنی are you ready، تو آماده هستی، تو تیار هستی. خب I think we are ready، من فکر میکنم که ما آماده هستیم. I will have the tomato soup to start and the roast beef with mashed potatoes and peas. میگه که ما آماده هستیم و من میخوام که در آغاز از خوراک ها، مثلا در آغاز میخوام که یک شوربای پامیدوری چو کنم سر کنم خوردن. توماتو سوپ همون طماطم سوپ میشه در زبان روسی، به تاجیکی یعنی شوربای پامیدوری. و and the roast beef و roast beef یک نمود خوراک است، یک نمود طعام است، از گوشت تیار می شود به مانند خلیب است. خلیب یعنی چرکنجه، همون roast beef میگن. roast beef نام خوراک است خلاصه. with mashed potatoes و همراهی کارتوشکای میده کردگی. کارتوشکای میده کردگی یعنی که همون در زبان روسی اگر خطا نکنم پیوره میگن، پیوره. and peas و لوبی، یعنی لوبی سبز. یعنی این که فیروز میخواست است که خوراک، یعنی همون خوراکی که میخورد از شوربا آغاز کند و گوشت و کارتوشکا و لوبی، یعنی 4 نمود خوراک فرمایش داد. خب و پیشخدمت میگه که how do you want the beef، گوشت را چگونه میخواهید، rare, medium or well done، یعنی میخواهید که بسیار سرخ کردگی باشد، یعنی ژرنی چی بریان، medium میانه، یعنی که or well done یعنی خیلی خوب آماده کردگی باشد. و فیروز میگه well done please، همون خیلی خوب آماده کردگیش هم هست، خیلی خوب تیار شدگیش هم مثلا لطفاً. و فیروزه میگه که and I will just have the fish، و من حاضرش مثلا تنها ماهی میخواهم with potatoes و همراهی کارتوشکا and salad و همراهی بگیم که سالاد. خب سالاد ها چند نمود میشن؟ سالاد وقتی خودمون میگیم همون بگیم که نگول میگیم یا که سالاد میگیم همون پامیدور مثلا پیاز بادرین که در نظر داریم. اما سالاد چند نمود میشود؟ سالاد ها از میوگی ها میشود، از سبزوات هم میشود، از بعضی خوراک دیگر هم سالاد میکنم. خلاصه این سالاد میخواست است فیروزه. خب فکر میکنم در همینجا تمام شد مکالمه اینها. اگر خطا بله مکالمه اینها در همینجا تمام شد. و خب درس امروزه هم به پایان رسید. تشکر زیاد از یکایک شما برای تماشای این نوار و دستگیریتون. لطفاً اگر کسی از شما امکان داشته باشند ویدیو رو نشر کنین با دوستانتون، با کسانی که میخوان که زبان انگلیسی رو آموزن. بسیار یک فرصت مناسب است، فرصت خوب است که درس ها در شکل مکالمه رفتستن، در شکل گفتگو رفتستن. شما اگر هر یک مکالمه را از یاد کنین الکی گپ زدن زبان انگلیسی برای شما خیلی آسان می شود. و حتما همون لایک گذاشتن فراموش نکنین، همون جقیدن لایک یاد نبرارین. خب تا درس های نوبتی موفق و سربلند باشین. See you next class. Goodbye.